داره تو تاریخ، چه خوشا به حال این مرگ، چه خوشا به حال این کشته شدن در این راه. حسین حیات و مرگ و معنا کرده. اگر انسان با ذلت و حقارت زندگی کنه، این چیه؟ این مرگ در ظاهر زنده است ولی مرده متحرک. اما اگر کشته بشه، با عزت کشته بشه، این مرگ نیست بلکه حیات خالده است، حیات جاودانه است. در جای دیگه وقتی که خور آمد جلوی امام حسین رو گرفت، امام حسین اونجا 2 خطبه خوانده. یه خطبه مشترک بین لشکر حر و لشکر خودش و یک خطبه برای یارانش خوانده که بعضی میگویند که بعد از این خطبه اونهایی که برای دنیا آمده بودن با حسین فهمیدن که حسین کشته میخواد بشه، خیلی ها رفتن. در اونجا جملاتی امام حسین داره، بگذار من این جملات را عرض کنم. الا ترونه الی الحق لا یعمل به، مگر نمی بینید که حق عمل نمیشه بهش؟ ببینید امروز ما دچار یک ظلم عظیم جهانی هستیم. امروز به عنوان حقوق بشر بر سر همه کشورهای ضعیف و ناتوان میکوبند که حقوق بشر مراعات نمی کنید، اما خودشون فوج انسان میکشند و اصلا انگار نه انگار که حقوق بشری در کاره. این حقوق بشری که شعارشو میدن، این بمب هسته‌ای که امروز فریادشون بلنده که ایران میخواد بره به سوی بمب هسته‌ای، اسرائیل بیخ گوش همه کشورهای اسلامی و یک ظالم درجه 1 به قول شهید مطهری فرمود که یزید 1400 سال پیش مرده. یزید اسرائیل، امروز اسرائیل یزیده. 200 کلاهک هسته‌ای داره، اصلا نپیوسته به سازمان آژانس، ولی اونجا فریاد هیچ کس بلند نیست که چرا این بمب هسته‌ای داره، چرا داره تولید میکنه. اما ما که مثلا یه جزو آژانسیم، طبق اون حقوقی که آژانس تعیین کرده داریم طی میکنیم، به ما میگن که شما نه نباید داشته باشی. این زور نیست؟ زور بالاتر از این؟ زور بالاتر از این که اسرائیل مردم فلسطین، لبنان میکشه، هیچ کس به داد این مردم نمیرسه، 1 نفر به داد اینا نمیرسه. این جهانی که خودت داری فریاد میکشی حقوق بشر، اینا بشر نیستن؟ اینا انسان نیستن؟ امام حسین میفرماید که چه کنیم که حق عمل نمیشه و باطل داره جولان میده. امروز اسرائیل قاصب داره جولان میده تو جهان، آمریکا پشتیبانی از او میکنه. بعد امام حسین میفرماید که فانی لا اری الموت الا شهاده، من مرگ رو نمیبینم مگر شهادت، شهادتی که همه چیز متحول میکنه. بعد میفرماید ولا حیات مع الظالمین الا برما، زندگی کنار آمریکا، کنار اسرائیل یعنی ذلت، یعنی حقارت، یعنی پستی. بله، اگر انسان کنار یزید باشه صاحب ثروت میشه، صاحب امکانات میشه، اما زندگی نیست که. این شکم آدم سیر میکنه، ظاهرا آدم خوش میگذرانه، ولی این ذلت، این حقارته، این حیات نیست. بعد امام حسین فرمود که
ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة و الذلة هیهات من الذلة. این پست، پسر پست مرا بین دو چیز مخیر کرده، بین سعادت و ذلت. سعادت یعنی مرگ، ذلت یعنی حیاتی که کنار یزید باشی، دست بیعت با یزید بدی. امام حسین ما درس آموخته. ما جمع میشیم اینجا چی؟ بله، عزای امام حسین ثواب داره، گریه برای امام حسین ثواب داره، زنجیر زدن، سینه زدن، همه اینا ثواب داره، اما برای این است که مرام حسین رو زنده کنیم. بیاییم تو مجالس حسین، کنار حسین، مکتب حسین رو زنده کنیم که این مکتب حسینه که امروز همه ازش وحشت دارن. اون دانشمند آمریکایی گفت شیعه دو چیز داره، دو پر داره که با این دو پر هرگز این دو پر شیعه خاموش نخواهد شد مگر بزن این دو پر را. یکی گذشته سرخ، آینده سبز. گذشته سرخ عاشورا، آینده سبز قیام حضرت مهدی سلام الله علیه. و امروز هم در صددن این دو پر شیعه را بزنن. برای هر دو هم برنامه ریزی دارن، برای اینکه شیعه با این دو پر پرواز میکنه و میره به اون جایی که داره میره. دیدید دیگه تو این حوادثی که تو منطقه خاورمیانه به وجود آمده، اونی که درس داد به مسلمین این شیعه بود. شما جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل رو در جریان هستید که در این 6 روز اسرائیل تمام اعراب را زد، 5 کشور عرب را زد، به خاک نشوند. اما میبینید تو غزه چند تا فلسطینی که نه حکومت دارن نه ارتش دارن ولی مقابل اسرائیل میستن. اینا نیاموختن مگر از مکتب شیعه، نیاموختن مگر از مکتب حسین. اگر سید حسن نصرالله و حزب الله تونست این را تلقین کن به شیعه، به مسلمان ها که راهی غیر این نیست، که انسان باید از جان خودش بگذره تا بتونه آزادی رو به دست بیاره. وقتی به گاندی این آتش پرست میگن که چه باعث شد که تو تونستی هندوستان رو از چنگال انگلیس نجات بدی، گفت از حسین ابن علی درس آموختم. حسین به من یاد داد که باید از خودت بگذری، از جان و زن و بچت بگذری تا پیروزی به دست بیاری. و گذشتم و پیروزی به دست آوردم. این مکتب حسینه. ما باید تو مکتب حسین سرمایه گذاری کنیم. تو این مجالس هم که میاییم درستی که باید گریم بکنیم، اما باید مرام حسین را هم تو زندگی خودمون هر جا ظلم هستش باید مبارزه کنیم. فرق نمیکنه. فرمود تو خونه اگه بچت یه پسرت به دخترت زور میگه، دخترت به پسرت زور میگه، مقابل ظالم بیست. تو خیابان، تو کوچه، تو مملکت، تو هر جا دیدی یه کسی به کسی زور میگه، مدافع مظلوم باش، کمک ظالم نباش. کونوا للظالم خصما و للمظلوم اونا. مبارزه با ظالم، کمک مظلوم. این مکتب حسین و علی ابن ابی طالب. انشالله که ماها این مرام حسین را تو زندگی خودمون داشته باشیم و این را همیشه تو زندگی اجرایش کنیم و اگر اجرایش کنیم انشالله می توانیم بگوییم که ما حسینی هستیم. حیات با حسین انسان زنده نگه میداره. امروز میبینید دیگه حسین زنده است دیگه. علی اصغر حسین زنده است، واقعا زنده. کسی میتونه امروز بگه که من یزیدیم؟ حتی این داعشی‌ها که اخیراً یه خورده طرفداری از یزید کردن، انقدر این ننگ براشون ننگ بوده که اینا هم دوباره
پشیمان شده از این که بگن که یزید خلیفه مسلمین بوده. ولی مرام حسین زنده است. شما ببینید در عراق شهید صدر زنده است یا صدام؟ کدام زنده؟ شهید حکیم زنده است یا صدام؟ صدام با امام ما به جنگ برخاست، با مملکت ایران به جنگ برخاست. امروز صدام زنده است یا امام زنده است؟ کدام زندن؟ صدامو به زنجیر کردن، دو تو قفس بردن اعدام کردن و قبرش هم معلوم نشد. هنوزم معلوم نیست قبرش کجاست. اما امام ما را 10 میلیون نفر تشییع جنازه کردن. امروز یه امامزاده شده که مرکز زیارته. کدام جاویدن؟ حق و باطل کجاست؟ حق باطل هم اینجاست. چرا گذشته را بگوییم؟ همین الان را بگو حق باطل. کدام زندن؟ کدام باقی موندن؟ کدام باقی میمانن؟ انشالله که با حق باشیم، باقی بمانیم. بدانید هر که با باطل نابود شدنی است، هر که با حق باقی موندنی است. حقیقتا هم باقی میمونه. امروز برای فرزند امام حسن این مجلس برگزار شده، قاسم ابن الحسن. امام حسن، خب میدونید که امام حسین خیلی امام حسن رو دوست داشت. 2 تا فرزند، 2 تا پسر ظاهرا از امام حسن باقی موندن. یکی قاسم، یکی عبدالله است. عبدالله که ظاهرا بابا را اصلا ندید. قاسم 3 ساله بود که بابا از دار دنیا رفت، به شهادت رسید. امام حسین او را بزرگ کرده. در واقع امام حسین پدری کرده برای قاسم. امام حسین هم دلش نمیخواست که قاسم روز عاشورا به شهادت برسه، چون یادگار امام حسن بود. دلش میخواست که یادگار امام حسن زنده بماند. و حالا روز عاشورا همه یکی یک رفتن به شهادت رسیدن. قاسم دلش تنگ شده، میگه بابا چی شده که مرا نمیگذارید؟ من حتما لیاقت این ندارم که در راه تو کشته بشم. آمد خدمت عمو. عمو جان چرا اجازه نمیدی من برم خودمو فدای تو کنم؟ امام حسین دست انداخت گردن قاسم، شروع کردن هر دو گریه کردن. از جاهایی که امام حسین روز عاشورا گریه کرده، یکیش همین جاش، یعنی دست انداخته تو گردن قاسم، شروع کرد های های گریه کردن. قاسم جان تو یادگار برادری، دلم نمیخواد تو امروز کشته بشی. اما قاسم ولکنه قصه نیست. حالا بعضی نقلا نقل میکنن، نمیدونم صحت سقمش چقدره، میگن قاسم رفت برگشت یک نوشته ای از پدر نشان به عمو داد که عمو جان پدرم روزی که از دار دنیا میرفته این نوشته رو نوشته که قاسم روز عاشورا عمو تو تنها نگذار. عمو اجازه داد قاسم، اما هیچ چیزی اندازش نیست، نه شمشیری نه زره‌ای، اسبم حتی پاش نمیرسه. سوار شد و رفت جنگ نمایانی کرد. اما یه وقت صدای او بلند شد یا عمو به داد من برس. عمو دوان دوان رفت به سوی قاسم. اما وقتی رسید که قاسم داشت جان میداد، سر او را به زانو گرفت، گفت قاسم جان وقتی رسیدم که دیگه نمیتوانم برای تو کاری کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. الهی باسمک العظیم الاعظم بحق الحسین و القاسم یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا حمید به حق محمد و یا عالی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا به حق قاسم ابن الحسن جوانهای ما را از شر اشرار، شر شیاطین حفظ بفرما. بار پروردگارا به حق قاسم ابن الحسن شر آمریکا و اسرائیل از ممالک اسلامی دور بگردان. به حق قاسم ابن الحسن خیرات، برکات، نعمات تو بر همه کشورهای اسلامی به ویژه ایران نازل بفرما. به حق قاسم ابن الحسن رهبر عظیم و شأن ما را که امروز هدایت و سکان جهان اسلام و تشیع را در اختیار داره از جمیع بلیات حفظ بفرما. فرج امام زمان نزدیک بگردان، قلب او را از ما راضی بفرما. برای شادی روح شهدا امام عزیز گذشتگان از این جمع به ویژه آقای کاشی زاده بخوانید الفاتحه مع الصلوات. Just now is Mr. Sayyid Murtada Hosseini from Iran. Actually, he attend every majlis every night at Islamic Cultural Center in Bangkok. Thank you for your kindness, and may God bless him and both all of you to listening here. พี่น้องที่รักครับทางเจ้าภาพได้ฝากขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาจากที่ต่างๆทั้งที่เป็นคนไทยและที่เป็นพี่น้องจากประเทศต่างๆที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับทางเจ้าภาพให้ผมเรียนแก่ท่านว่าทางเจ้าภาพนั้นต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ให้เกียรติเสียสละเวลานะครับมาร่วมมัจลิสซึ่งเป็นเหมือนกับประเพณีที่ทางเจ้าภาพได้จัดนะครับทางคนอิรักที่ทำธุรกิจอิรักอิหร่านที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพนี้ได้จัดมัจลิสในลักษณะนี้มาเป็นเวลาเกือบ20 ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังคงจัดอยู่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยนะครับหลังจากที่เสร็จมัจลิสแล้วก็อาจจะมาช้านิดนึงนะครับก็ขอทางเจ้าภาพก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะเห็นพวกเรานั้นมาให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกๆปีอินชาอัลลอฮ์ปีหน้าเราก็คงจะได้พบกันอีกนะครับ The committee who promote this activity for Ja'ba Abdullah Hussein, we would like to explain something. Our majlis has been promoted and established about 20 years ago, and every year we have cooperation with different organization, different place, different Hussainiyah. Tonight, we will have the next lecture from Iran. Would you please welcome Sheikh Shariat? Would you please welcome Sheikh Shariat? Salawatu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. أفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين
لا سیما بقیت الله فی الارضین. هدیه پیشگاه قطب دایره امکان محور زمین و آسمان حجت ابن الحسن العسکری امام زمان، اجماعاً صلوات دیگری مرحمت کنید. امشب شب 8 ماه محرم، ماه شور و شعور، ماه معرفت و زیارت و ماه ایثار و شهادت، ماهی که لباس عزا و ماتم را بر عاشقان و شیفتگان سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام می پوشاند و آنها را سراسیمه به مساجد و حسینیه ها و خیابان ها می کشاند. ماه عشق و عشق بازی با ابا عبدالله الحسین. در حقیقت کربلا و عاشورا یک تاریخ نیست. کربلا یک زمین نیست، بلکه کربلا یک فرهنگ است که در بستر تاریخ مانند رودی جریان دارد و گفت کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. هرچند این عبارت والا روایت و حدیث نیست، اما حاکی از یک معنای والا و بالایی دارد. کربلا در بستر تاریخ به عنوان یک ارزش جریان دارد و لذا هرچند این واقعه بزرگ مربوط به سال 61 هجری است و قریب 1400 سال از این واقعه می‌گذرد، اما همچنان زنده و پابرجاست و گاهی سوال می شود که چرا در 1400 سال قبل واقعی رخ داده است و ما می بایستی امروز بعد از گذشت این زمان طولانی او را بزرگ و گرامی بداریم. و اتفاقاً یکی از شبهات دشمنان در سیستم‌های رسانه‌ای عالم سمپاشی دشمن بر علیه شیفتگان ابا عبدالله الحسین همین شبه پراکنی هاست که مگر شما مرده پرستید که بعد از گذشت 1400 سال هنوز یاد و نام کشته ای را در سرزمین کربلا بزرگ و بلند می دارید؟ در حقیقت می توان این پاسخ رو به کسانی که بدون غرض این سؤال را مطرح می کنند و حتی کسانی که با